перпендикуляри ду ҳамворифти ҳамвори охирӣ. ҳамворифто худай зефам то шо. Майла ҳамворифи мисол биёртам ча бада? Доска. Индеги геометри ба доска ҳамвориф дохил мешавад? چوب مخلوط کنید ریزش مخلوط ҳамвориф дар сатҳи беохир номиноманд. Мисалан мо این چیزی چیزی کنیم اگر беохир میگوییم که چیز اخیرش نیست. فهمیدید؟ خیلی گیمتری. فهمیدید؟ الان پاسش بدید ما. گوش کنید آقایان کارتاسکوپ تیار شده ما مبزوی نوی می‌گذاریم. مبزوی نوی ما کنجی بین خط‌های راست و حواری‌ها در ابتدا. موضوع یکمش این کنجی بین خط‌های راست میباشد و تعریف یکم و تفسیرش در این نسخه تفسیر کردیم. از وقتی تعریف یک کنجی بین خط‌های راست کنجی است که در وقت دوریش کنجی خوبترینی که حاصل می شود این کنجی بین خط‌های راست می باشد و کنجی را با خطی الفا یا بیتا نامگذاری کردن ممکن است و کنج‌های بین خط راست از 0 تا 90 گرادوس می شود. وقتی که 90 گرادوس می شود این خط‌ها با هم پرپندیکولار می شوند و موافق تعریف دوم کنجی بین خط‌های راست چیدگی. وقتی که ما میگوییم که خط‌های راست چیدگی خالی خط‌های راست چیدگی که میدانند کس میدانند خط‌های راست چیدگی راستی که همدیگر رو نبریده در یک هموری جایگیر نیستند راست چیدگی نام رو خط‌های راست چیدگی در یک همواری جایگیر نیستند و یکدیگر را نمی‌برند و یا همواری را می‌برند خطی راست چیدگی خطی راست ولی در نقطه‌ای که آن خطی راست جایگیر نباشد. مثلا خطی راستی آی و بی به هم باشد. مثلا آی و این بی به هم چیدگی باشند. کنجی بین خطی راست کنجی بین آنها حتما کنجی می‌شود که بین خطی بی پارالل باشد. خطی بی یک مثلا خطی این بی باشد این بی یک و این پارالل است با خطی بی و کنجی آ را در نقطه می‌گذارد و این کنجی بین خط‌های راست چیدگی می‌شود. موافق تئورم 25 این را اثبات کردن ممکن است چون که دو خطی راستی همدیگر را می‌بریدگی کنجی بین دو خطی راستی همدیگر را می‌بریدگی با دو خطی راستی همدیگر را می‌بریدگی دیگر اگر پارالل باشند بین این کنجی بین آنها نیز برابر می‌شود و موافق همین عقیده درست است که کنجی بین خط‌های راست چیدگی و خطی راستی پارالل با خطی راست چیدگی که خطی راستی دیگر را می‌برد برابر می‌شود. و تعریف سوم این کنجی بین خطی راست و همواری میباشد. اگر مثلا در همواری الفا خطی راستی آ گذرانده شود و آن را برد ما برای یافتن این کنج ما باید اول بر آن پرپندیکولار آورده پرویکسی آن را تصمیم نماییم.
و کنجی که یعنی بین این همواره و خط راست یافته میشود. این کنج بینی یعنی پریکسی موید و خود همون خط میباشد. در اینجا همچون کنج اول اشاره کرده شده است و در اینجا چنین کرده می‌یابیم. چنین طرح گفتم این است. موضوع امروز ما همین بود. اگر سوال همین نفهم دوستان گفتم بفهمونند بود دیگه. تمام شده فهمیدم. اما فهمید؟ تعریف سه این باش بگی خطهای راست مثلا کنجی بین خطی راست و همواره مثلا بهشون دام. برای همواره اول مثلا این همواره اول این خطی راستی این بریده میگذارد. خطی راستی این بریده میگذارد. این خوب برای یافتنی کنجی یعنی بین همواره که دیگه این خطی راستی این همواره که دیگه خطی راستی ما باید اول ریک و پرپندیکولار بگذاریم. خطی همواره در حالتی که نقطه عمومی داشته باشند. این خطی راستی مثلا این پرپندیکولار بی باشند. پریکسی پریکسی را می‌یابیم. پریکسیشه مثلا این خطی راستی در همواره اول می‌خوابد. این پریکسی است. برای یافتن کنجی بین همواره و خطی راستی ما باید کنجی بین پریکسی موید و خطی راستی را یابیم. حساب بگیریم. مثلا بیان کنجی همین کنجی حساب کنیم این یعنی کنجی بین خطی راست و همواره شده میتواند. با سوال همین کتاشگاه تیار شده همین یکم سوال تیرمی 21 اگر اگه اصلا ما رو گیرش بگیریم باشد نیست به اولش بگیریم دو همواره در کدام وقت پرالل نقطه می شود؟ دو همواره در کدام وقت پرالل نقطه شکلی اگر دیگر رو سوال همین؟ یا با؟ خطی راستی پرالل چیست؟ خطی راست اون وقت پرالل نقطه شکلی اگر این پرالل باید که همواره پرالل تو اما واقعا داشته باشم. گفت تیار شد. سیدی دیگه کارتاشو رو بگیریم. وید. تیرمی 18. نقطه راستی که به همان یک همواره پرپندیکولار باشد تیرمی 19. بگذار از نقطه‌هایی که در همواره جایگیر نیستند مایل‌ها و پرپندیکولار به همواره گذرانده شود. آنگاه مایل‌های پریکسی برابرند. از دو مایل همانش پریکسی توان دارد پرپندیکولار از همه مایل‌ها. این تصدیقی ما میشود. تیرمی 19. این یعنی تیرمی 2. تصدیقش هم یعنی نجیبا. اما همواری عبدالبین کشتگی استفاده برید. همواری مرکزی استفاده برید. اما نقطه و بالانگی یکان نقطه امی یکان بیمی یکان چیز مونی. مثلا این نقطه همواری جایگیر نیستن. ام نومشن یا ا مالش. همونجا پرپندیکولار مفروری مایل ها مفروری. داره. همون خودش خط راستی به پرپندیکولار بود کو گل جهان خط راستی ا چی خط راستی ای مایل پریکسی سی داره گل جهان
بفهمانند. در تعلیم نوزش دستی بسیار نقطه داشته است و همواره داشته است که این نقطه در این همواره نمیخوابد، ولی از این بر همواره از این نقطه پرپندیکولار مایل‌ها گذرانده است و به یکی مایل نیز محدود است. از مایل‌ها همانش کلان است که آنگاه از مایل‌ها همانش کلان است که پریکسیاش کلانتر باشد. پریکسیاش کلانتر باشد. یعنی این مثلا مثال آورده میشد موضوعی خلقلند سایش در راستر بود که همون گفت اگر مایل پریکسیاش دراز باشد مایل از مایل دیگر در راستر میشود و گفتش است که در اینجا اگر پریکسی مایل‌ها برابر باشند مایل ها نیست و هم برابر میشن. مثلا این پریکسیاش 2 سانتیمتر و این هم پریکسیاش 2 سانتیمتر باشد باید مایل ها یعنی با هم برابر میشن و موضوع سوم شرطش است پرپندیکولار یعنی پرپندیکولار از همه گونه مایل خود است چون که موافق مسافه بین نقطه و همواره گفته میشود که مسافه کوچکترینی که بین نقطه و همواره است این پرپندیکولار است. فهمیدید؟ کارتشی دیگر بهاهاشون مانید معلم اکبر بهاهاشون اعلان کرد مانید اکبر شماره یکم تئرم 24 اگر کلاس دیگه از همواره‌ها پرپندیکولار و دیگر و همواره دیگر پدیده باشند آنگاه همواره مسافه از نقطه تا همواره گفته چی را میفهمید؟ تصور کنید نفهمید. مسافه از نقطه تا همواره گفته درازی پرپندیکولار از این نقطه و از این نقطه به همواره گذرانده تصویر کنید بفهمید. من تصویر کشیدم هم تمام شد. من علمی بودی یکی بسیاری باید بیراده باورم مسافه از نقطه تا همواره گفته مسافه از نقطه درازی کنم تفیقی ندارم دیزه درازی این پرپندیکولار مثلا ببین که این خطی راستی مثلا باید باشد دی باشد این درازی شکل درازی دی مسافه بین نقطه‌های A و همواره آخر دی باشد. که پریکسی مایل چیست؟ پارچه‌ای نقطه‌های اساسی پرپندیکولار پریکسی مایل چیست؟ پارچه‌ای نقطه‌های اساسی و پرپندیکولار و مایل را دارم مصطفی ها ساده کرد زبانی خودت کی کی یاردم کند؟ نقطه اساسی گویید. اساسی اینه. اساس نقطه‌های پرپندیکولار مایل را از مایل از یک نقطه فراورده شده را پیوست می‌کند. الا سه مایل نامیده می‌شود. اساسی گفته مقصد همون
نقطه برشی پرپندیکولر یا مائل با همواری میفهمیم ده ها؟ در اینجا پرپندیکولر و اینها پرکسی مایل باشن. اگر هر دو این نقطه را پیوست کنیم در اینجا پرکسی نگاه کنیم. جو چی مایل پرپندیکولر کلامش مایل کلامش پرپندیکولر میاد. اگر یکی از دو خطی راست و خطی راستی سومی پرپندیکولر باشد آنگاه خطی راستی دیگری هم تریمتر شکل омода جایگذاری بین همدیگر فیگوری فضایی. بگو گوش کن دو رازی و بهامانی یکم فیگور من چند مورد نتام بگی مقصد بگی و ویدی چند میدونی جوابی دادگشان نظر بگیری. جوابی دادگشان نظر بگیری. اگر برای پاس بدو مالش تیسر و های مونید معلمو مسئله حل کن تون. چهار رازمی؟ در عملی مونید. روزنامه‌تون برید. معلم یک بار وظیفه خانگیشون هم یک بار تفتیش کن. دفتر کتی روان پیشتون با. تعریف های ازاد بود هم میشدن. خیلی باشد مالش با هاشون مونید. چند رازش بود؟ چند میدان میگی؟ چه میتونی مانند؟ سه به رازی؟ نه سه نه 4 ماندن نکن. آموزهای ازاد توی تفسیر یاد گیرید نشان داده. اوکی برو روزنامه‌تون برید بچه. چند ماری؟ به نظرت چند میداره؟ گوه ما لاد تنگی گوه نیده؟ شهر میدام ناس کرده سربیناز بیم 4 مونید. سربیناز هم بعدش 4 با کیم برو اومد؟ مصطفی مصطفی هم 4 مونید. تاره همه میتونم؟ یا ازاد مورد بگم چیزه همکنون وارد به این موضوعها موضوع درسمون مثلا هم میکنیم یک مسئله رقمی دو داشت مسئله انا وجه دو یعنی فکری مسافه بین نقطه A و همواری 3 سانتیمتر برابر است. A و همواری مسافه بین نقطه و همواری ما پرپندیکولر می‌دونیم که خطوط اصلی به خودترین در اینجا
پرپندیکولار میشه. اینجا 3 سانتی متر است. 3 سانتی متر. اکنون باز اینجا نمی‌تونید که درازی مویل را که از نقطه به همواره در زیر کنجی 60 گرادوس برابر شده است. این مویل را که کنجی 60 گرادوس برابر شده. گفتی که این کنج 60 گرادوس برابر است. درازی همین مویل را می‌یابیم. در این وقت دوستی یعنی البته خاصیتی و سیکنجی راستینجا می‌دانیم که حداقل یکی از کنج‌های سیکنجی راستینجا باشد این کنج سیکنجی راستینجا باشد. از بس که در اینجا سیکنجی راستینجا است پس موافقه تئوری سینوس ها حل می‌کنیم. مثلا نه تئوری سینوس ها چی لازم معلم؟ تئوری سینوس ها چی لازم؟ بچه‌ها یکمش سه کنجه یکی از کنجهاش فقط راست باشد و سه کنجه راست کنجه چون که دو تا کنجهش راست شده نمیتونه چون که سومه کنجه های سه کنجه 180 بچه‌ها اگه نسبتی کات از بس که سه کنجه تون راست کنجه شد بله بکن مقابل آفرین سینوسی کنج را می‌دهد موافق همین تعریف عمل می‌کنیم AC تقسیم AB و سینوسی یعنی کنجی 60 گرادوس برابر است. AC تقسیم AB برابر سینوسی 60 گرادوس و سینوسی 60 گرادوس از روی جدول برای AC تقسیم 2 برابر است. ریشه تقسیم 2. اکنون ما می‌دانیم که AC و درازیش 3 سانتی متر AB ما می‌یابیم. از روی همین می‌یابیم مثلا AC ما 3 تقسیم AB برابر 3 تقسیم AB برابر ریشه 3 تقسیم 2. از اینجا همچون تناسب استفاده بوده همین 3 ضرب 2 برابر AB ضرب ریشه 3. از اینجا AB رو می‌یابیم AB برابر 6 تقسیم ریشه 3. این نمود دیگر که می‌رسیم میشه 2 ضرب ریشه 3 در کوادرات تقسیم ریشه 3 میشه. این ریشه 3 که این کوادرات می‌برد 2 ریشه 3 می‌ماند. از اینجا برمی‌آید که درازی AB و 2 ریشه 3 البته برابر است. جواب همین. در اینجا خصوصی همین گفتنوزه یعنی AB را یابید. ما اینجا AB را یافتیم. مویل درازی مویل را یافتیم. بچه‌ها همین آیا موضوع امروزی ما به چی ربطی دارد؟ چی مناسبت دارد؟ موافقی یعنی تعریف سیومی موضوع امروزه کنجی بینی یعنی خطی راست و همواره بله همواره و پریکسی و یعنی کنجی بینی پریکسی یعنی خطی راست و خودی خطی راست کنجی بینی پریکسیش و خودی خطی راست چند باشد کنجی بینی همواری و خطی راست همان است. انا اینجا به کنجی بینی مویل یعنی مویل و پریکسی یعنی شخص یعنی کنجی بینی همین همواری و این همواری میباشد. یعنی کنجی بینی همواری و این خطی راستی AB و 60 گرادوس برابر است. آفرین باز یگانتی دیگه مسئله حل میکنیم می کمتر دیگه وقت ما هست نه باشد درس ما تمام. وظیفه خانگی تید معلم وظیفه خانگی مشق‌های زنگم زد ها 159 160 161 162 نویستم آنی دوست که به نویستم وظیفه خانگی مشق‌های بچه ها همه وظیفه نویسیم ها 159 تا 162 به غیر از حل مسئله ها باز چیکار کردن؟ تعریف ها را آزاد کردن و تئوری این موضوع
بساط علمی بودیم. پناه با خدا. درسی